بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شاکلیدها برای رهایی از مشکلات این است که همیشه به خودت تلقین کنی هیچ سختی ماندنی نیست، بلکه گذشتنی و تمام شدنی است. سخت‌ترین و تلخترین روزها بالاخره میگذرد، به پایان میرسد. سیجعل الله بعد عسر یسرا. خداوند بعد از سختی آسانی قرار میده. این مع العسر یسرا. همراه با هر سختی آسانی است. هر چیزی در این عالم به خصوص مشکلات و سختی ها یک تاریخ انقضا داره. ناامید نباش. همیشه به یاد داشته باش که هیچ چیز در این دنیا ثابت نیست. همه چیز در حال تحوله. روزها می آید، شبها می آید. در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. دنیا در حال گذره. مشکلات ما هم در واقع جزئی از عمر ما هستند. به فرموده امیر مومنان علی علیه السلام، تلخ و شیرین در روزگار ما باید باشه تا از زندگی خود لذت ببریم. اگر همیشه آسودگی باشه، او آسودگی خسته کننده میشه. اصلا نمیشه انسان در این دنیا بدون سختی و مشکلات باشه. در قرآن کریم که کتاب زندگی و انسان شناسی است، خداوند در معرفی انسان می‌فرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان را در سختی و رنج خلق کردیم. خداوند ما را در تنور این سختی ها و بلاها پخته تر. اگر روز بدی را داری سپری میکنی، مواظب باش جمع نبندی و این گونه قضاوت کنی چه زندگی بدی داری. نه، این حرف غلطی است. به جای اینکه در موقعیت‌های سخت همش به خودتان فکرهای ناامید کننده خلق کنید، یک نفس عمیق بکش. مثبت فکر کن. امید داشته باش. ذهن خود را از افکار منفی خالی کن. به روزهای خوبی که پیش رو داری فکر کن. خوبی ها در پیش روی توست. رحمت خدا به تو نزدیک است. سختی ها رو به پایانند. خبرهای خوشی پیش رو داری. خدا نقشه های خوبی برایت کشیده. باید دانست وقتی در شرایط سخت نمیتونیم محیط بیرون را تغییر بدیم، میتونیم درون خود، فکر خود و قلب خود را عوض کنیم. قلب و دل خودت را آرام نگه. با ذکر و یاد خدا که تنها آرامش بخش حقیقی است، روانت را تسکین کن. الا بذکر الله تطمئن القلوب. ارتباطت را با خداوندی که آسان کننده و نرم کننده سختی هاست قوی کن. و نیسرک للیسر. خداست که میدونه هر سختی را آسان کنه. آهن را برای پیامبرش داوود نرم کنه. وقتی ذهن خودت را با یاد خدا مشغول میکنی، زمان زودتر میگذره. تازه متوجه میشی این سختی در واقع تو را داره به سمت خدا میکشه. داری قوی تر میشی. یادت باشه هر چقدر مسیر زندگی دشوارتر باشه، داری قوی تر میشی. رو به همه مشکلات کن و بگو اگه زندگی سخت است، من از آن با کمک خدا سخت دارم. امروز سخت است و فردا سخته، اما پس فردا روز روشنی برایم خواهد آمد. اصلا سختی را سخت نگیر، بلکه آسان بگیر. در ذهن خود آن را رها کنی تا در واقع هم همان اتفاق بیفته. به سخت گرفتیم به آسان نرسیدیم، ماندیم در آغاز و به پایان نرسیدیم.